وقتی که قرآن تلاوت می شود، یاران پیغمبر قرآن که تلاوت می کردن اشکهایشان سرازیر می شد. یک حکایت است، یک طفلکی وقتی که آیه کریمه را شنید در سوره مبارکه التحریم وقودها الناس والحجاره، در زمان خلافت حضرت ابوبکر، یک طفلک خردسال این آیت شنید که دوزخ، هیزم دوزخ، خاشاک دوزخ انسانها و سنگهاست. هیزم دوزخ و خاشاک دوزخ انسانها و سنگهاست. این طفلک در گریان شد، آمد پیش ابوبکر صدیق گفت ای خلیفه پیغمبر، من یک چیزی از قرآن شنیدم خیلی ناراحت شدم. گفت چی بود بچیم؟ گفت قرآن میگه که خاشاک دوزخ انسانها و سنگهاست. گفت بچیم تو طفل معصوم هستی، اگر در این عمر از دنیا میروی تو پیش خداوند کدام مسئولیتی نداری. گفت ای خلیفه رسول، وقتی که مادر آتش روشن میکند همیشه از چوبای خرد شروع میکند، من میترسم که چوبهای خرد دوزخ نباشم. از چوبهای خرد شروع میکند، نشود که از چوبهای خرد دوزخ من قرار بگیرم. دوستا ببینین که به یک آیتی را که یک طفل از قرآن میشنود خوف زده میشود، به خلیفه رسول علیه السلام به حضرت ابوبکر مراجعه میکند. امروز ما از قرآن چی ساختیم؟ تجارت است. متاسفانه با همه احترام به اهل قرآن، توصیه من به برادرایم که خودم الحمدلله افتخاری ازیر دارم که در سن 12 سالگی حافظ قرآن شدیم، ولله الحمد. و اما بنعمت ربک فحدث، نعمت پروردگار را بیان کن که الحمدلله به 7 قرائت قرآن حفظ دارم. ولی کافی نیست، این مسئولیتی بسیار بزرگ است که تو به 7 قرائت قرآن حفظ داشته باشی و در پیش روی تو منکرات موج بزند و تو خاموش باشی، مسئولیت خود در قبال قرآن ادا نکنی، در برابر ظلم خاموش باشی، در برابر استبداد خاموش باشی، در برابر فساد خاموش باشی، در برابر بدبختی ها خاموش باشی. الله جل جلاله می فرماید و اذا قلتم فعدلوا. هر وقت که ابراز نظر میکنین، ابراز نظرتان مبتنی بر عدالت و انصاف باشد. آیا از این خطاب این برادر گناهگار کوچکتان مستثناست؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما همیشه استوار باشین در اجرای احکام الله با در نظر داشته عدالت و انصاف، ولو علی انفسکم، اگر چندی که گواهی تو بر ضرر خودت باشد، بر ضرر پدر و مادرت باشد، بر ضرر اقاربت باشد، هیچ وقت کلمه حق به خاطر منفعت شخصی خود، به خاطر پدر و مادرت، به خاطر خیش و قومت کلمه حق پنهان نکن. کلان پیام است، کلان زگنال است، کلان توبیخ است. او اهل قرآن، سخت مسئولیت داریم. این کافی نیست که ما به لهجه ها و مقامات متنوع قرآن بخوانیم و مردم در وقتی که ما وقف میکنیم با آواز بلند ما را تشویق بکنن، دیگه هم تشویق شیم. آیتی را که خواندی چی بود جناب قاری؟ بخوان تفسیر قرآن.